سلام، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز میرم دانشگاه، باید یه ذره زودتر برم چون قراره ازمون تست خون بگیرم برای فکر کنم هپاتیت اگر اشتباه نکنم. برای همین باید یکم زودتر برم دانشگاه. ساعت 10 و من حالم خیلی بده، نمیدونم چرا، ولی سردرد، شکم درد، مثلا کلا حالم خیلی بده. باید بیام خونه بافت بخونم و فکر کنم تا ساعت 5 اینا کلاسمون طول بکشه. امروز آزمایشگاه بیوشیمی داریم، بعد خود کلاس بیوشیمی رو داریم، بعد خود کلاس بیوشیمی حدود 4 ساعته پشت سر هم. البته آنتراک داریم، یه ذره دیرتر شروع میشه، یه ذره زودتر تموم میشه. برای همین امیدم اینه. چیز خاصی هم من نخوردم، واقعا حالم خیلی بده و ازم که خون بگیرم من فکر کنم قش کنم. هیچی نخوردم، حالم بده. فعلا حالا برم. دو ساعت خوابم، الان ساعت 7 و خواهرم زنگ زده میگه بریم بیرون، احتمالا بریم سینما. و منم با اینکه کلی درس دارم گفتم باشه، پس الان باید آماده بشم برم. گفتم خیلی حالم بده، برای همین 3 ساعت من خواب بودم و هیچ غلطی نکردم. روش خیلی کم انجام میدم چون واقعا حال ندارم. روز سر بیوشیمی اونقدر حالم بد بود چون 3 ساعت بیوشیمی داشتیم. 3 ساعت استادمون داشت درس میداد و من و بقیه بچه ها هیچی نمیفهمیدیم. خب یعنی درس داد میداد میرفت جلو بدون هیچ نگاهی به پشت سرش. خیلی خیلی سریع درس میداد و ما هم مونده بودیم و اینجوری بودیم که الان چه اتفاقی داره میفته. و جالبش اینه که قبل از بیوشیمی نظری بیوشیمی عملی داشتیم و اونقدر خوش میگذره بیوشیمی عملی، یعنی همش آزمایش و چیزای جذاب. و این جلسه مثلا باید نوع کربوهیدرات رو پیدا میکردیم، با توجه به آزمایش هایی که میتونستیم انجام بدیم باید نوع کربوهیدرات مجهولمون رو پیدا میکردیم. آره، بعد مثلا چیز خاصی رو فعلا نباید حفظ کنیم، البته که آزمون باید بدیم ولی فعلا اینجا چیز سختی نداره. خب مثلا خیلی خوبه، واقعا خیلی خوش یعنی خیلی واقعا خوبه، خیلی باحاله. سلام دوباره. امروز سه‌شنبه ساعت 4 فکر کنم. بله ساعت 4 و من صبح یه چوس رفتم مدرسه در حد 2-3 ساعت. دانشگاه، مدرسه نه. و جنین شناسی داشتیم که تازه شروع شده. 6 جلسه آناتومی داشتیم، الان 6 جلسه هم جنین شناسی خواهیم داشت. تموم شد آناتومی که یه ذره ناراحتم، استادمون رو خیلی دوست داشتم و جنین شناسی هم استادش خیلی مهربون بود حالا جلسه اول، ولی حالا ببینیم چی میشه. ولی مهمتر از اون فردا که چهارشنبه است امتحان بافت دارم و اینقدر صفحه 230 صفحه
نیم ترم دارم. آیا خوندم؟ بله، حرفای خودش رو خوندم، یعنی کتاب رو فقط فصل 6 و 7 و 8 رو خوندم. 5 فصل اول حرفای خودش رو فقط خوندم، کتاب رو نخوندم. باید بشم ساعت 4 تا فردا وقت دارم که بخونم. فکر نمی‌کنم آزمون خودش سخت باشه، ولی دیگه چیکار کنیم، باید بخونم دیگه، چه غلطی میتونم بکنم و بشینم بخونم دیگه. اولین امتحان من در کل دانشگاه فعلا امتحانات زیادی خواهیم داشت، ولی این اولین امتحانه. حالا ببینیم چی میشه. دور خوندنم تموم شد. الان یه دوره میکنم از اول و یه سالاد هم درست کردم با فلفل دلمه‌ای، کاهو، یه دونه خیار، کم سس هزار جزیره و نمک که من خود دوست دارم. با اینا میخوردم چون که چنگال تمیز پیدا نکردم. 10 شب الان و خیلی زوده برای اینکه من برم بخوابم، ولی چون فردا صبح باید 6 بیدار بشم سعی میکنم الان دیگه کار خوابم انجام بدم تا 12 برم بخوابم، یعنی دیگه تا 12 اینا خواب باشم. فردا ساعت 8 تا 12 اینا ما بافت داریم. اولش بافت تئوری، بعد بافت عملی، بعد مثلا 1:30 اینا یا 12:30 یادم نیست کلاس سلامت نظری داریم. اونم 1 ساعت هستش، اونم باید برم. بعد دیگه میام خونه دیگه تمام استراحت. نه که خیلی خودم رو کشتم، ولی بازم برای این امتحان من 1 ماه دارم میخونم. امیدوارم فقط از کتاب نیاد، و از گفته هاش و از اون اسلایداش بیاد، ولی خب میبینیم دیگه، فردا میبینیم. امروز تصمیم گرفتم چرا صدا این شکلیه؟ امروز تصمیم گرفتم با ماشین برم دانشگاه برای اولین بار. یعنی من یه چند ماه بیشتر نیست که دارم میرم دانشگاه و تصمیم گرفتم با ماشین برم، چون که صبح زوده. ساعت چنده؟ ساعت 7:24 است. گفتم با ماشین برم زودتر برسم، پارک کنم. بعد ساعت 8 کلاس بافت شروع میشه که امتحان داریم. بعد احتمالاً تا مثلا ساعت 11 اینا طول بکشه که نه کلاس داشته باشیم تا 10 اینا. بعدش آزمایشگاه بافت داریم. بعدش 12:30 سلامت داریم که فکر کنم گفتم دیروز، من یادم نیست گفتم یا نه، ولی بازم حرکت کنم بریم ببینیم چی میشه. من خیلی استرس دارم برای آزمون بافت. من دارم میرم خونه، ساعت 1:30 خیلی زود تموم شد سلامت. دارم میرم خونه. وای آزمون رو دادم و ببین خیلی بد نبود. خب یعنی
از اون چیزی که فکر میکردم بدتر بود و بدتر نبود. چرا؟ چون یه سری نمونه سوال خودش فرستاده بود توی گروه، بعد خودش که نماینده فرستاده بود توی کانال، بعد گفته بودن که یعنی نگفته بودن این نمونه سوال ها رو یاد بگیریم، فقط فرستاده بودن. بعد من اون رو نخونده بودم، خب چون که از رو کتاب بود، بعد مثلا نه اون نخونده بودم دیگه، یعنی میدونید. بعد فهمیدم که از اونا سوال میاد و موقعی که درس میداد نشستم اونا رو خوندم، سوال ها رو همه رو نه، چون 400 صفحه بود. برای هر چقدر که میتونستم خوندم. بعد سوالم دقیقاً، یعنی امتحانم از دقیقاً از اون سوالا اومده بود. امتحان 3 نمره بود، 30 سوال در 20 دقیقه. 3 نمره از 10 نمره‌ای که برای درس بافت‌شناسی باید بگیریم، چون اون یکی 10 نمره میره برای آناتومی و جنین. 10 نمره از 20 نمره پایانی برای بافته که این 3 نمرش بود. تا اینجا فکر کنم 2 تا اشتباهو که دارم از 30 تا، ولی حالا بقیه‌شو واقعا نمیدونم. بعضی از بچه‌های کلاس خیلی خونده بودن، بعضی از بچه‌ها هیچی نخونده بودن. جالب بود، منم تقریبا اون وسط بودم. 1 ماه بود برای این آزمون داشتم میخوندم و واقعا اگه نمرم خیلی بد بشه، یعنی مثلا کمتر از 2 باشه، خیلی ناراحت میشم، چون 10 تا اشتباه، چرا 10 تا اشتباه باید داشته باشم. اینا یه تجربه خوبی بود. استادمون لحظه آخری جاهای همه رو عوض کرد، یعنی همه رو به صورت خیلی استراتژیک خودش چید تو کلاس. 40-50 نفر. من تقلب نکردم البته، چون هیچ عاملی تقلبی من نداشتم. تقلب زیاد من نمیتونم بکنم، کلا حال ندارم، واقعا حالشو ندارم، حال تقلب کردن نمیدونم. آره ولی کلا بد نبود به نظر من. خودم با توجه به دانستهام خوب دادم. چند تا سوال بود که واقعا اینجوری بودم که این از کجا اومده، چون من کتابم حالا بعضی از قسمتاشو خونده بودم، ولی آره دیگه الان برم خونه، باید برم باشگاه بعد از این و واقعا خیلی خستم، ولی باید برم خونه. آره دیگه برم فعلا، خدافظ.